برداران عزیز نزد خانه خدا با همراه حاجی ها انشالله که میریم طواف کنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما رو به جا و مکان مقدس میسر و موفق بگردانه. هیچگاه پروردگار یگان مسلمانی حقانی را از جا و مکان محروم مگردانه و منافقا را صدقه جا و مکان بکنه. خیلی که میبینین اینجا حاجی ها همش ماشاءالله به زیارت خانه خدا آمده هستند. هر کسی که تماشا داره الله میسرشان بگردانه. حاجی های تشنلب خوش آمدید، خوش آمدید. از اینجا و مکان مقدس محروم مگردید. ندیم تچیم حوض ما حرکت میکنیم که با پایون بخوریم انشاءالله. اینترس پلوس مقام ابراهیم بگو. برادران عزیز اگر امکان باشه لایکات نظر گیرید دیگه برادران بدروین انشاءالله که نزد خانه خدا شاید که اون کسته ای بخوابش کی دیلم غلطی بش که الله سبحانه و تعالی نیابان تا باشه. برادران عزیز هر کجایی که باشین به خاطر الله دوست می‌داریم و خواستیم که نزد خانه خدا شما را فراموش مکنیم، یعنی دیدار کعبه شما را حلاوت ببریم. دخیل برای دستان بخشش کنم ان شاء الله. پسپند با مکشی حاجه تشنلاب تاجیکستان با پیش عبدالعزیز مورم الله نصیب گردانه. آمین آمین. آوازا میاین که یک بار هم کسی بنویسین آوازا ساز میاین که بیزه با مایستن میکروفون زگیم راستو ساز ایه ماشاءالله بارک الله فیکم. الله خیر بکنه. ماشاءالله الله محافظتم گردانه. اینجا دیم اتچه این از ما پایین میفرمین. این کعبه را بینین اونم کنی سیو که میتوه مو کعبه های این از ما میفرم انشاءالله حرکت میکنیم که هفت کروگ های تاو بخوریم با هم روی ما ببینیم نزد کعبه دعا کرده دعا گفته میریم انشاءالله. هر نیت مراد و مقصد داری الله با مراد و مقصد هم برسانه. اگر زحمت نشه و براتون مشکل نشه هم لایکاتون همون اینطور که دیگه برادران بدروین وقتی که برو آمدین انشاءالله لایکاتون عبرت نبگیرین بعد ببروین. انا لله و انا الیه راجعون. همین روز بگیم قریب 25 تا مرده بود ای بامداد سرکده تو یاد زیره باز بگیم موزی خفتنده این فرمتگاه با نزد خانه خدا. انسانی که ذره ایمانش به خود باشه وقتی که جایی که میفرد سبحان الله یک تری اشوشینی هسته که سلام اینی پیریده تایده به زبان گفتش نمیشه. سبحان الله. الله هیچ گاه ما و شما را از این جای مقدس از این جای پر برکت از این جایی که نازل قرآن شدگه از این جایی که بینای اسلام شدگه محروم مگردانه. آمین آمین بگن انشاءالله همه کسه. اینه چکار کنم پیدا دگاه چیز میریم یا که عبرت نه خیلی غم نتی مردم تا بخیریم ایو جبریم برفتیم. این دوستان عزیز انشاءالله که ما قریب یک کروگی همینیم بعد سر میشه. کروگی ما 315 نفر لایکات و نمونه 315 لایک میشه دیگه برادران شاید بدروین ببینن ذوقمند شوند و شما سبب شیم و اونها به اینجا به زیارت خانه خدا بیاین. الله سبحانه و تعالی وقتی که انسان یاد بکنه انشاءالله الله سبحانه و تعالی به نیت مقصدش میرسونه. علیکم السلام. خوب هستین حاجی؟ تقبل الله. الله قبولش کنه. برادران حاجی رو در جدید ماشاءالله دیگه حاجی هم الحمدلله نه حرکت میکنیم به قدر استطاعت به نزدشم به نزدیکترشم بریم. چکنه گم نشیم با بیاد یکم که حوجه سر شما یکنین همه نوعی آدم هسته این تای ساعته. الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که نزدیک کعبه تا میخورد دعا کرد که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یعنی این دعا بسیار دعای پرمضمونه که معناش بسیار چقدره. پروردگار هم در دنیا و هم در آخرت خوشبختی، هم سعادتمندی، هم نیکوکاری، هم در دنیا هم در آخرت برای نصیب بگردان. در اینجا هم زنهای صالحه هم داخل میشوند و هم خاطر دعا کنین که پروردگار هر کسی که زنگیر هستین پروردگار را بگین برامون زنهای صالحه را نصیب بگردانه. چی زن یکم شه، چی دیم شه، چی سیم شه. الله محافظتون بگردانه از زنهای بدبخت ها و زنهایی که گفتی که با در دنیا شما را غم میته و آزارتون میته و خیانتون میکنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. این اخوان خدا سبحان الله بعضی انسان ها آرزو میکنن، بعضی قدردانی نمیکنن. در اینجا مکان هستن سبحان الله بعضی ایگست انسان ها بیرون نمیبراین، زورشون میه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا هر وقت که ما خطا کردیم پروردگارا ما را سختگیری نکنی که در خطا گیرم. پروردگار گناههای ما را عفو و مغفرت بگرد. پروردگار هر مهاجر، هر مسافر، هر غریبی که دور از وطن است پروردگار حفظشون بگردان. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر الله اکبر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا هر کسی که ما را نگه داره و اینجا و مکان مقدس رسان شد پروردگار هیچ گاه محروم شد. پروردگار هر کسی که نماشا داره گناهاشون عفو و مغفرت بگردان یا الله. پروردگار جز تو کس گناه عفو و مغفرت نمیکنه. گناههای ما را هممون عفو و مغفرت بگردان و همه مهاجرا را مسلمان یابان باشه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حجابی آدم بسیار ماشاءالله خاص به خاطر الله لایکاتون میکنم ماشاءالله. ببینید چقدر آدم ها زیاد و چقدر زحمه های. خدا همتون با همراه پدر مادراتون با همراه اولیاتون نصیبتون بگردونه و اینجا مکان مقدس بیای. این زمزم عمران است خواجان میدونی شما ای ما خفه شدگی لیک به خاطر خدا دوستت میدارم. الله مهربان یبان باشه. زمزم عمران ما شما خفه نیستیم نمیدونم حضرت کی در اصل الله یبان باشه. چقدر خفه میشه شما مدام که حالا ما هیچ که خفه نیستیم. ای بعضی برادرای منافق خفه میشیم تمام دیگه هیچ که خفه نمیشیم. ای مسلمان خفه نمیشیم. استادی مزورای خان صدر 13 اما لایکاتون نظر کن انشاءالله. هر کسی که چی بدی میگه چی خوبی میکنه الحمدلله اهلا و سهلا. آمین. خداوند کسی که بزن زنهای صالحه را نصیب شون بگردونه. آمین یا ربی لك الحمد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين. لكن الله سبحانه وتعالى چی میفرماید؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله میگه او روز شما را یاردم نمیدهه ملک و مال شما و فرزندهای شما الا من اتى الله بقلب سلیم مگر که آنانی که نزد پروردگار با دل پاک بیایند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را جمله شخصیت های بگردانه که دل های ما پاک باشند همیشه با طاعت و عبادت الله زنده باشند. ثبت قلوبنا على طاعتك. روم سفید که اگر ایده درس قرآن بیا همه کسات دعا کنیم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إن نسينا أو أخطأنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل قرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا بسم الله الله أكبر يحكم كروب بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله سبحانه وتعالى به جای مکان مقدس رسانتی که با همراه زن فرزنداتون بیاین با همراه اولادتون با همراه پدر مادرتون پروردگار هیچ گاه محروم نکنه هر کسی که پدر مادر در دنیا گذشتگی میتونه که به وطنشون حج عمره کنه روز ما ایتن یک برادر بگیم مادرش گذشتگی در حق امو حج عمره کیسیم خداوند گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه اون مری بزرگواری که دور رحلت کرده پروردگار داخل جنت الفردوس اعلاش بگردان پروردگار هر که فرزندها روز قیامت شفاعتگر شوند قاری قرآن شوند و عالم با عمل شوند ان شاء الله دعا کنین که فرزندهای صالح براتون نصیب بگردونن که با همراه فرزنداتون این خیلی به مثل حاجی بیان ان شاء الله عبادت الله ها بکنین از عبادت الله محروم نشین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزق لنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبل اشفي اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم ما شاء الله یعنی دعاها به نهایت مضمون خوب داره هر کسی که دعا را بخونه سحر بگه یکی با همراه پدرش اومدگی فرزندچه کبی گودکچه کبی
ای سه نسال که بگیم در این جا و مکان مقدس که هستن الله سبحانه و تعالی ایمانشان کامل میگردانه و از اسلام با خبر میشوند. در این سه سال ما و شما که میرن ان شاء الله اکثریتشان عالی میشوند، اکثریتشان اهل علم خوب میشوند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از جمله اهل علم بگردونه و جمله صالحین. خداتان بخداش رحمت. اینجا تلفن میشوند. آخرون کروی بعد نزدیک میریم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آخرة حسنة وقنا عذاب نقو وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. بسم الله اکبر بسم الله اکبر بسم الله اکبر. میتونید که با زبان تاجیکی هم دعا کنید که پروردگارا گناههای پدر و مادر ما را عفو و مغفرت بگردن. پروردگارا شفای کامل عاجلشان عطا بفرما. پروردگارا از تمام بلاهای مینی نگهشان باش. این جایی که میبینین که طلایه اینجا مقام ابراهیم مصلی. اینجا مقام ابراهیم علیه السلام است. ببینین این در خانه خدا. اونجا مردم او را حضرت دادن در مثلا جا زنکا که هستن جا زحمه میشه خوبه که در زنکا میرسیم. با اون خاطر استر بریم که خوب نمیشه در زنکا میرسی. دورتر بگیریم که پروردگارا هدایت من بده. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. آنی که ما بخوایم هدایت به او هدایت نمی. آنی که الله سبحانه و تعالی بخواه همون هدایت نمی. خاطر فقط ما حرکت میکنیم که سبب شیم و الله سبحانه و تعالی هدایت شما بده هر کسی که باشه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. پروردگارا در خاندان هر یک از ما و شما برکت عطا بفرمایه. هیچگاه یگان مشکلی به سر مسلمان نیاید. غریبایی که برای وطن هستند به مثل خدمان، به مثل مهاجرای مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، والله که حاضر در جامعه خیلی مشکلی است. دعا میکنیم که پروردگار مشکلیتون آسان کنه و دی غواغی خداوند به این مشکل دچار تو نکنه. کسی که در زندان است برادرانی است والله که ما شما را درک میکنیم، ما شما را دوست میداریم. خاص به خاطر علاقه که ما و شما را خلق کرده است، به اون خاطر دوستان میداریم. الله سبحانه و تعالی از زندان شما را بیرون کنه و از اینجا مکان مقدس محروم مکنه. تیزتر دعوف و همیشه بیرون شین، به نزد پدر و مادر خود بر بگردین و نزد زن فرزندان خود. انسانی که وقتی یک خش اقرباش از نزدشان دور باشه اونها درک میکنن این درد. انسانی که در آزادی او درک نمیکنه. و مثل که وقتی که مادر در نزد هست قدردانیش نمیکنه، بعد از آنی که از نزد که رفت بعد آرزو میکنه که یک بار دیدار شه ببینم، لیک متاسفانه او روز دیر میشه و با خاطر قدردانی کنین پدر و مادر.
دیم بود چی؟ سیمش میگردیم. ببینین سبحان الله در اینجا همه یک سبحان الله. ببینین همه یک لباس قطعه، چی بایی چی کم بغلی. الله میگه در قرآن که این الله سبحانه و تعالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله نظر نمیکنه. این الله لا ينظر صوركم و الى اجسامكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. بدرسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله سبحانه و تعالی به شما نگاه نمیکنه به شکل شما، شما به رنگ سویت شما، با سویت شما نگاه نمیکنه و با تیراسلاجین شما نگاه نمیکنه، بلکه الله سبحانه و تعالی دلهای شما را نظر میکنه و با عملهای شما چه عملهای خوبی دارین. الله سبحانه و تعالی ای جمله صالحین، اللهم اجعلنا من الصالحین و التائبین. الله سبحانه و تعالی جمله صالحین من بگردانه و جمله شخصیت هایی که توبه میکنیم نزد پروردگار و رجوع میکنیم به سوی پروردگار به اعمال صالح خطی. هم خاطر اینجا مکان مقدس فقط دعای نیک کرده میتونیم. الله هدایت ما بده، توفیق بندگی و برامون عطا بفرماید. هر کجایی که این رمضان چی را؟ رقی همه داویر برادرای مهاجر بهادران میگه چند قشه؟ دیگه یه قش ارزون قیمت بد دیگه. صبح اینا برای دمایی که زندان صبر تمام شون. بسم الله الله اکبر. سه کروکشی بسم الله اکبر. بسم الله اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. پروردگار کسانی که دکومی ندارن الله محافظش کنه که دایی نقپن شو. الله که قینه ما خود گرازیم ده میترسیم گوتی پا که یک مشکل به سرمان نورن. حرکت کنین دکومنتاتون بکنین. کسی که دکومنت ندارین ده همه غواقی ده همه دنیا نتنجی حرکت کنین دکومنتاتون بکنین. سبلودت کنین زکانه تا اینکه پدر مادر بسرشون یکون دشوار نبیر. این همه قوم برای یکنین حضرت ابراهیم پای ابراهیم علیه السلام در اینجا مثلا که دیدن ممکنه که تب بوسیدن چی کردن حد غلوی بد کردن در کار نیست. الله سبحانه و تعالی موفقتون بگردونه برادران عزیز، اپا و خواهر و اکا و دادران. فقط نیت کنین 2 رکعت نماز بخونین. هم میفهمی؟ دعاء سوي دعاء انا ندعو ان شاء الله وانا باللغه التاجيكيه ندعو. ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله. جزاك الله. بس حجاج ما يفهم اللغه العربيه بلهذا معناه. اللهم تقبل. جزاكم الله خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. لا تدعون من دعاء، لا تنسون من دعاء صالحكم يا شيخ. الله يعطيك العافيه. تقبل منا ومنكم. امين امين. شكرا جزيلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الدعوات استجب دعانا. اللهم يا مجيب الدعوات استجب دعانا واغفر أحيانا وموتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. أنا بدور أخوان جازوتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. گودک کبی ماشاءالله خیلی گودکی خوشبخت‌ترین گودک که سبحان الله در سن سال با همراه مادرش در نزد کعبه تا خورده است. خیلی میبرن طلبه جزیل میکنه دادن. آمین آمین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. أول شهر مش مشى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. پروردگار ما از تو طلب میکنیم رضاگیت و جنت تو را.
ونعوذ بك من سخطك ومن عذاب القبر. پروردگار ما از غضب تو پناه طلب میکنیم و عذاب قبر و عذاب جهنم. پروردگار برای هر یک ما و شما که نگه دارد جنت الفردوس نصیب گردان. از تمام بلاها و آفتهای زمین و آسمانی نگهبان. هر کسی که ما را این حال تماشا دارد به جا و مکان مقدس بیارش. هر کسی که می‌داره بعد قبیح میرسه پروردگار هدایت بده. شاید که جین داشته باشن. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحم. پروردگار ما ظلم کردیم در تن نفس خودمان، معصیت کردیم، گناه کردیم. پروردگار اگر که شما ما را عفو و مغفرت مگردانی، ما از جمله شخصیت های هستیم که ضرر کردگیم هم در دنیا و هم در آخرت. پروردگار ما را از اون گونه شخصیت ها مگردان که خسر الدنیا و الاخره باشیم. پروردگار طلب میکنیم که عافیت را، خوشبختی و سعادتمندی را هم در دنیا و هم در آخرت. پروردگار هدایت من فرما. پروردگار جز هدایت وجود نداره. پروردگار شفای کامل عاجل عطا فرما که از این جمله مادر ما بیمار است. در حقشان دعا کن پروردگار شفای کامل عاجل عطا فرما. یا رحمن یا رحیم. الحمد لله. چهارم بسیار میشه ها؟ نه 4 کروک شد ماشاءالله. 27 منو شد. بسم الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. ربنا لا تحرمنا. پروردگار را شکرگزار هستیم هر نعمت های دادگی قطعی. الحمد لله على نعمه و فضله و احسانه. والله که انسان کسی که شرایط دارین این وقت ساعت فرصت بدانین غنیمت بشمارین که این روزها شاید که نیاین دیگه. کسی که شرایط دارین بخیزین بیاین. سبحان الله. الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرماید العمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرماید از این عمره تا از این عمره دیگه الله همه گناه را عفو و مغفرت میکنه. محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم ایمانا بك وتصديقا بكتابك ونفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك حبيبك. الحمد لله. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمنقلب بالمال والأهل والولد وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کودکک بقدر پدرش ماشاءالله ماشاءالله. وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصدق همه بهترین دعا سوره فاتحه های. بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه لا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پروردگارا هر کسی که بی فرزنده پروردگارا براشون فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه را نصیب بگردان. پروردگارا فرزند هدیه جانبی پروردگارا از هدیه خودت محروم مگردان برای انسانانی که بی فرزند هستند که اون فرزندها قاری قرآن شوند، عالی با عمل شوند و خدمتگار دین مبین اسلام باشند، همیشه با طاعت عبادت الله باشند و خدمتگار پدر و مادر باشند. آمین یا رب العالمین. پروردگار هر برادری ما که بیزن است پروردگار زنی صالحه را نصیبش بگردان. هر خواهر هر اپا و مسلمانی که بی شوهر هستند پروردگار براشون شوهرهای صالح نصیب بگردان که از اونها اولادای خوب بیاین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه زن بگیرین امتان من از زیاد کنین که من در بین دیگه امتا فخر کنم که امتان من زیاد هستند. پروردگارا فرزندهای صالح براتون نصیب بگردانه که فخری ملت مسلمان شود، فخر دین اسلام شود که الحمدلله مسلمان ها هستند چقدر زیاد هستند. الله اکبر. ببینید که الحمدلله همین مسلمانی ما و شما که روز در اینجا جمع آمدگی هستند، مسلمانی و برادری ما و شما هستند که روز با همراه ما در نزد کعبه الحمدلله که طواف داریم و تماشا داریم. الحمدلله. الله میفرماید که انما المؤمنون اخوه، بدرسته که همه مؤمن ها برادر هستند. الحمدلله که ما برادر که هستیم روز با همراه ما هستیم تماشا داریم دیده سین و در ما بونه شکل. الله سبحانه و تعالی
ماهر مؤخری که یکی از بهترین امام های مسجد مکه هست، پروردگار شفای کامل عاجل عطا فرمای. یکی از بهترین عالم های گفتی که پاس زمانه، پروردگار شفای کامل عاجل عطا فرمای. هر عالمی که روی دنیا است، هر مسلمانی که در روی دنیا است، پروردگار اللهم انصر الاسلام والمسلمین، پروردگار کمک کن همه مسلمان را و اسلام را. اللهم انصر من نصر الدین، پروردگار کمک آن کسی که کمک خود را در دین مبین اسلام میرسانه. پروردگار هر انسانی که ضرر خود در دین اسلام میرسانه، پروردگار اونها را خار و ذلیل و نیست و نابود بگردان. پروردگار هر کسی که زید آیت های قرآن کار میکنه، پروردگار هر کسی که قرآن در میکنه، پروردگار اونها را خار و ذلیل بگردان، نیست و نابود. بسم الله اکبر، بسم الله اکبر، بسم الله. پروردگار اسلامی ما را نصرت بده، پروردگار دینی ما را. شش بود چه هفتم ها؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لشأن كله. پروردگارا هر حجه که در اینجا هسته حج اینها را قبول بفرما. پروردگارا کسی که خانه خود آمد دیدار خانه خود اونها را محروم مگردان. پروردگارا تو شما خالق ما هستین، ما را خلق کردگی هستین، رزق و روزی من دادگی. پروردگار از این جای مقدس و مکان بهتر، از این جای مکان بهتر وجود نداره. پروردگار از این مکان بهتر بالاتر افضلتر وجود نیست. از این جا ما را محروم مگردان که هر سال حداقل 2 بار به دیدار خانه خودت بیاییم. پروردگار هر مسلمانی که آرزوی دیدار خانه را داره نصیب شون بگردان بیاین. یا الله یا حی یا قیوم. پروردگارا چه خرگی کردگی هستیم و چه اون برادرانی که ما را تماشا دارن، چه با خواهر تماشا دارن خطاگی کردگی. پروردگارا گناهاشون عفو و مغفرت کن. که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی که برای یک برادر مسلمان دعا کنه، ملائکه در حق او دعا میکنه. کلام نکنه که زنکانه پیش. پروردگار گناهان پدر و مادران ما را عفو و مغفرت بگردان. پروردگار برای پدر و مادران ما و برای مسلمان و برادران ما جنت الفردوس الاعلی نصیب بگردان. پروردگار هر مؤمن و مسلمانی که رحلت کردگی از این دنیا، پروردگار جنت براشون نصیب بگردان. جنت الفردوس. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر وقتی که شما جنت طلب کرده، پس جنت الفردوس طلب کنید. یا الله محروم مگردان. پروردگارا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فرموید که او روز شما را یگان چی فایده نمیاره. والله که برای انسانی که عبرت بگیره، عقل بگیره، فهم پند بگیره، همین هر روزی که در همینجا 5 بار جنازه میشوه، الله میگه یوم لا ینفع. اون روز میگه برای شما یگان چی یاردم رسانده نمیتونه، نه ملک و مال نه فرزند، الا من اتی الله بقلب سلیم، مگر کسانی که نزد پروردگار به دل پاک برگشتند. الله برای انسانانی که دلاشون پاکه چی میفرماید؟ الا من اتی الله بقلب سلیم و ازلفت الجنة للمتقین. الله میفرماید که این روز آمده کردیم ما جنت را برای انسانانی که پرهیزکاری کردند، برای انسانانی که الله را عبادت کردند، انسانانی که نماز ترک نکردند، انسانانی که تهجد ترک نکردند، انسانانی قرآن ترک نکردند، انسانانی که زکات ترک نکردند، انسانانی که روزه را ترک نکردند، الله برای اونها را جنت آماده کرده است. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم یا رب العالمین. پروردگار ما و شما را جمله شخصیت‌های بگردانه که الله جنت را برای ما و شما آماده بکنه. الله چی میگه در دوام آیات؟ و برزت الجحیم للغاوین. الله آماده که از جهنم را برای انسانان گمراهان. الله ما و شما را جمله گمراهان مگردانه.
الجمله صالحين. بسم الله الله اكبر. بسم الله. یا رب العالمین، پروردگار گناه های ما را عفو و مغفرت بگردان و شرمنده روز آخرت من بگردان. یا الله، ببینید که همه همین رو به طلب عفو و مغفرت آمدگیم. پروردگار گناه هاشون عفو و مغفرت بگردان. یا الله، نماز میخونم در اینجا. الله اکبر. لا اله الا الله ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. قدرت ماشاءالله ببینید که با همراه مادراشون آمدگی هستند، با همراه پدراشون آمدگی هستند. پروردگار نصیب بگردان هر یک مسلمان به اینجا مکان مقدس. یا ارحم الراحمین. ما شاء الله. اینجا بدریم بخونیم نمازه در رکعت. शर्म नहीं आती अरे अल्लाह के घर में खड़ा در رکعت نفل نیت کنیم بخونیم. الله سبحانه و تعالی چه دعای دارین، چه نیت مقصد دارین؟ در رکعت نفل بخونیم به مقام ابراهیم. چه نیت مقصدی دارین؟ الله به نیت و مقصد هاتون برسانتون. پروردگار همه قرضدارا رو برای کار بده که از قرض بیرون شوند، هیچگاه به قرض دست نرسه. الله ملک و مالتون از زیاد کنه که به اینجا و مکان مقدس بیایید. الله هیچ مسلمان رو محروم مگردان. هر کسی که آمین میگه پروردگار گناهاشون عفو و مغفرت بگردان. یا الله، پروردگار براتون این خونه های دنیا والله کرایه نداره. پروردگار جنت برامون نصیب بگردانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه بهترین بشریت بود، لیک متاسفانه شکم سیر ندیده بود. سبحان الله. فقط امتی میگفت در خدمت دین اسلام بود، در خدمت امتانش بود که دین مبین برای ما و شما برسانه. لیک متاسفانه 99% ما و شما قرآن خوانده نمیتوانیم، از احادیث ها بخبر هستیم. پروردگار ما و شما را علم مفید نصیب بگردانه. یا الله، یا ارحم الراحمین، یا مجیب الدعوات استجب دعانا اغفر احیانا و ارحم موتانا یا رب العالمین. پروردگار گناه های پدر و مادران ما را عفو و مغفرت بگردان. پروردگار خواهران ما را صالحه بگردان. یا الله، که روز دنیا فساد شده است، پروردگار ما و شما را از فسادی نگه بدارن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده گناه چنان که در اون شخصیت گناه وجود نداره. پروردگار ما و شما را جمله شخصیت های بگردانه که توبه کنیم، توبه ما الله سبحانه و تعالی قبول کنه، گناهامون عفو و مغفرت کنه، دویم بار بر نگردیم به سوی اون معصیه، به سوی اون گناه. یا الله، یا الله، یا الله. والله که احساس میکنه وقتی که در اینجا مکان باشیم دست به دعا بکنیم و طلب عفو و مغفرت کنیم. الله در حدیث قدسی میفرماید شرم میکنه وقتی که بنده دست به دعا کنه و من دعای او را اجابت نکنم. الله دعای ما و شما را اجابت کنه. یه ما ایرم خواب داخل بردم دعا کردم در که دجات نماز بخونم. من میکروفون داخل برادرات دعا کردم. برادر سلام علیکم رمضان شکر حاجی در اینکه همه برادرای مهاجر برای همه نزدیکشون برای کدامی که در زندانهای مهاجر قرار داره یا در زندانهای وطن، در تمام زندانها و همه تمام مسلمان ها گفتنیم که خداوند شما را هم صبر تحمل بده، در همه جا زمین مقدس جا تام بده
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برادرای من، همه غریبا، همه برادرها، همه آدمایی که مریض هستند و بیمار هستند، میخوام که خداوند شفاشون بده. به همین سرزمین مقدس خداوند راهشون بیاوه که راهشون آسان گردانه که بیایند و زیارت کنند. الله مهربان، تمام آدمایی که موسیقی میخوانند و یا گناه میکنند، هر روز غرق گناهند، هر روز دیسکا کلوب دیگه جا دادند، الله هدایتشون کنه. من خودم یک کمتری بنده‌های پر خطا بدم. الله خودت با خوبتر و بهتر میدانی کی را در کی جای هدایت کنی. الله مهربان مرگ حلال و نصیب من گردان. ملک و موت بگو که به ما آسان جان نگیره. الله مهربان پدرم، مادرم، همه نزدیکام، کسی که به من دوستام خوبتر میدانی، نگهبانشون باش. و تمام آدمایی که با ما بدی میخوانند، گپی بد و قبه میزنن، خداوند هدایتشون کنه. الله مهربان بخت سفیدم بده، همسر صالحام بده. الله مهربان همه غریبا را نگهبان باش. کدام که ما را تماشا داره، همراه ما طواف دبد، در حق ما به فرزند دعا کنه، فرزندارشم. همه به فرزندار خداوند فرزند بده. الله مهربان همه فرزند دوست می‌داره، همه میخواه. من خود من میخوام فرزند داشته باشم، به همین خاطر ما به فرزندارا نصیب فرزند که یا الله مرگ حلال و نصیب کن. در حق همه زندانی‌ها دعا میکنم که صبر و تحمل شون بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس اله الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. برادرها، همه زندانی‌ها، همه قرضدارا، همشان در صبر و تحمل ته. به یگان شکنجه صبرشان بده. الله مهربان کسی که دور نزدیکاش صبرشان بده. الله کدامی که آرزوی همه خانه زیارت کردن داره، با راهش آسان که تا بیاید. 806 نفر تماشا داره. همه کسا آمین میگن برادرها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم انعمت علیهم ولا الضالین. آمین. بیاد دوی زور عمر دادرمان دعا میکنه در حق همه غریبا و در همه اله آمین. مغفرت گناه، قبول درگاه، توفیق به توفیقان، دستگیرشان، عاقبت بخیر، ایمان به سلامت، از عذاب گور، از آتش دوزخ، از سر پول سراج، از تلخی جان کندن، از سوال حضرت منکر و نکیر زبان ما را گویا بگردان. یا اله العالمین، یا خیر الناصرین. پروردگارا کل گناهان مسلمان را بخش. پروردگارا با زیارت خانه خود نصیب روزشان میگردان. پروردگارا زندانا را از زندان، از محبوس آسان میگردان. پروردگارا بیمارا را از شفای کامل از درگاه خود نصیب روزی بگردان. پروردگارا زیارت خانه خودت را برای هر یک مسلمانان نصیب روزی بگردان. اللهم انک کریم تحب العفو فاعف عنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. برادرها، نه من میمانم همه خیر. شما کدام اختان چی دعا و چی آرزو و چی مقصد دارین اختان کردن بگیرین، من همه خیر میمانم و من با تگ دیلم دعایی که در حق مادر جانم، در حق خودم و در زندگی میخوام همواره کردن میگیرم. من همه خیر میمانم رو برای کعبه. کامera را شما هم دعا کردن بگیرین. همین 862 نفر خیال کنین که شما هم برابر ما در همینجا قرار دارین برادرها. آمین آمین. الله مهربان وقت سفر میکنم. هیچ وقت دیگه گرفته شیطان
آخرت من ساز کن. الله مهربان مردی حلال نصیب کن. الله مهربان هیچ وقت سرخمین با مردم محتاج دشمن نکن. یا الله مادر جان من کسل خان نجات بده. برادرها مادر ما کسل خان دایم رمضانم همه کسا برای مادر ما اگر بتونین یاد دعا کنین انشالله که دعا یک کس نه یک کس مستجاب گرده. خدا قندش نه بلند شوه نه فکرش دا باشه همین کسل خنده بفکرین بسیاری را کسل خند غم میته باید زیقی نکنن. مادر جان نگاه داشته باشه اگر برای خدا دعا میکنیم که خداوند شفا بخشد و صاف سایه تاثیر ما کم نکنه که ما بهتر نمیتونیم. الله مهربان که یک خیلی شفا تیاد اوچه جانی ما که قند بدن اداج فراموش کنی در فکرش نباشی. تمام این بیمارا را خداوند شفا بده تمام. الله مهربان زندگی شیرین نصیب من گردونه. الهام جان بچهش مریضه بگیم کسل سرطان برای الهام اینا نماز خواندستین این برادر ای راه بلدی صلاح عمره تونین دعا کنین که دعای شما غریبا را ان شاء الله مستجاب میگرده. آمین برادرها. آمین برادرها. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. هزار رحمت قربان علی قربانوف. هزار رحمت برادرایی که دعا کردین در حق همه مادرها در حق تنها مادر من همه مادرها. کسی که بخت نداره خداوند بختش بده. کسی که با ما بد کرد یا الله هدایتش کن. با گریه کردیم خاری گریه کرده نماز بخونه خداوند رو داگی شای ماشاءالله همه گریه کرده خداوند طلب که ای بندش نه همش میشوه. ما طواف ما بوچید عمر جان رفتیم ما طواف ما بوچید ما درکت در مقام حضرت ابراهیم نماز خواندیم و حوض آب زمزم خورده کوه صفا و مروه میریم. برادرای ما همه تا حرمت میکنم همه تا دوست میدارم. چی بدی میخواین چی خوبی میخواین در حقتان دعای نیک میکنم. شما هم در حق من دعای نکنین برادرها. ما وعده تان میتم که دیگه مرا همچون موسیقی و رپ خوان و رقاص و بازیگری روی صحنه در اینترنت نمیبینین. همه تا دوست میدارم برادرها. الله مددگار شما باشه.